حدیث صحیح سنی و شیعه، خاتم الانبیا به مولا امیر المؤمنین فرمود فاروق اعظم تویی یا علی. اون کسی که فارق است، جدا میکنه مؤمن و منافق را از هم جدا میکنه، خلیفه خداست. آدم خلیفت الله هست، فارق بین قابیل پسر خودش کافر، برو گم شو. هابیل پسر دیگرش بیا بغلم، کار خلیفه خداست. خلیفه خدا نوح هست، به پسرش میگه گم شو، به زنش میگه گم شو، غریبه را میگه بیا بغلم، مثل بار کشی شو، بیا تو بغلم. خلیفه خدا خاتم الانبیاست، به عموش ابولهب میگه تبت یدا ابی لهب و تب، به سلمان میگه منا اهل البیت بیا بغلم. خلیفه خدا مولایم امام حسین است سلام الله علیه، به عبدالله بن عباس پسر عموش میگه برو کنار، به جون غلام سیاه حبشی 95 ساله میگه بیا بغلم.